بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که این کلیپ رو مشاهده میکنن. بحثمون در فلسفه حجاب بود. مورد بعدی که میتونیم برای دلیل حجاب داشتن خانم ها بیان کنیم و پوشش مناسب خانم ها عنوان کنیم، بحث حفظ کرامت خانم هاست و زمینه سازی فعالیت صحیح خانم ها و بانوان توی اجتماع. ببینید، اگر حجاب بحثش حفظ نشه و زنها رو بیارن به بی‌حجابی، رو بیارن به نشون دادن اون زیبایی‌های بدن خودشون، خب میدونین که کم کم این بی‌حجابی به برهنگی هم کشیده میشه دیگه، همونجوری که توی جوامع مختلف این تجربه نشون داده. و اگر این مسئله صورت بگیره، اون کرامت انسانی خانم ها از بین میره. الان این یک مسئله‌ای هست که توی جامعه غرب، جوامع غرب زده و غربی نمود خیلی زیادی داره. یعنی شما خیلی زیاد مشاهده میکنین توی این جوامع و حتی خب توی جامعه ما هم که در حدی متاسفانه این فرهنگ غربی نفوذ کرده، شما مشاهده میکنین که موقعی که میخوان خانم ها رو استخدام بکنن، اول به چی نگاه میکنن؟ به زیباییشون نگاه میکنن. ببین این خانم زیبایی داره، دیگه نمیان به اون مثلا علم و سوادش و مثلا اخلاقش و اینها خیلی نگاه بکنن. میان اول از همه به زیبایی و اون تیپش و اون بدنش رو نگاه میکنن و قیمتش رو با بدنش تعیین میکنن. و اگر زیبا بود به نظر خودشون، اون شرایط زیبایی رو داشت، شرایط مثلا بدن زیبایی داشت، چهره زیبایی داشت، میان استخدامش میکنن. و متاسفانه الان یک مسئله‌ای که توی جوامع به وجود اومده و توی جامعه ما هم متاسفانه داره همینجور با رواج بی‌حجابی بیشتر میشه، همین مسئله تنانگی هست، مسئله بدنمندیه که ما میبینیم متاسفانه جامعه فاسد مردان برای ارزش‌گذاری زنها به جای اون فضیلت‌هاشون، به جای علمشون، به جای ارزش‌های اخلاقی و اعتقادیشون، میان به بدنشون نگاه میکنن، چیزی که به بدن زن نگاه میکنن، چیزی که اصلا ارزش نیست. نتیجه این مسئله این میشه که خانم‌ها اون کرامت خودشون رو از دست میدن، عزت خودشون رو از دست میدن و میان، شما مشاهده میکنید که میان برای تبلیغ کالاها از اینها استفاده میکنن، از خانم‌ها. درسته بعضی از مردها هم برای تبلیغ کالاها استفاده میشن و خب اونا هم اشکال داره. کسی از مردهایی که مثلا تیپ خوبی دارن با لباسهای نامناسب میان تبلیغ کالا میکنن، ولی قبول کنید که این در زنها خیلی بیشتره، چون زنها زیبایی بیشتری دارن. این طبیعت خانم هست، طبیعت زنها هست که زیبایی‌های اونها خیلی از مردها بیشتره. برای این خاطر هم بیشترین استفاده ابزاری از برای تبلیغ کالا و فروششون اون سود مالیشون همین خانم ها هستن. یعنی یک خانمی که برای این آفریده شده که برسه به اون کرامت های بالای انسانی، به قول شاعر میگه تو را ز کنگره عرش میزنن صفیر، میاد یه ابزار فروش میشه برای افراد مردان سودجو یا افراد سودجوی دیگه. حتی زنان سودجو هم ممکن از این استفاده ها بکنن از زنان دیگه. به جایی که تن آدمی عزیزت به جان آدمیت این رو معیار قرار بدن، اون بدنش رو معیار قرار میدن. و باز در ادامه مشکل دیگه که به وجود میاد، بحث آرامش خانم هاست، یعنی به هم خوردن آرامش خود خانم ها. چطور؟ خب الان ما یکی از مسائلی که به دنبال رواج بدحجابی و بی‌حجابی توی جامعه ها شاهد هستیم اینه که خانم ها از چهره خودشون بدشون میاد، از قیافه خودشون بدشون میاد. یعنی بحث افسردگی ناشی از همین حس بد آمدن از قیافه خود که پدیده جدیدی متاسفانه توی جوامع به وجود اومده. افراد و خانم ها میان خودشون رو با دیگران توی اون زیبایی های تنانشون مقایسه میکنن. خب وقتی آرایش کردن بالا بره، افراد خودشون رو بخوان زیبایی های خودشون رو در مقابل دیگران به نمایش بگذارن، وقتی میبینن مردها هم اینجوری هستن که زیبایی های اونها رو میخوان توی همین تبلیغات و توی کارهای استخدام ها و اینها دنبال اینجور مسائل هستن، در حالی که خب اینجور مسائل هم یکی از علل به وجود اومدنش همین بحث بی‌حجابی هست. طبیعتاً باز خودش برمیگرده به خود خانم ها. یعنی باز خانم ها وقتی شروع میکنن به آرایش کردن، زیبایی های خودشون رو به نمایش گذاشتن، خب تا خانم ها هم متفاوت هستن از لحاظ چهره، از لحاظ زیبایی به هر حال. و این باعث میشه که خیلی از خانم ها این افسردگی رو پیدا بکنن که اون چهرهشون مثلا قیافشون خوششون نمیاد از چهره خودشون، از قیافه خودشون.
هزینه‌های آرایش ها هم از اون طرف دیگه بالا میره، هزینه‌های رسیدگی به بدن و اینها هم بالا میره، هزینه‌های جراحی‌های زیبایی هم بالا میره و افراد به جای اینکه به سمت ارزش‌ها و فضیلت‌ها حرکت کنن، به سمت خداوند حرکت بکنن، میان دنبال همین چیزای مادی، چیزای پایین، چیزای بی‌ارزش. و در نهایت این میشه که ارزش زن‌ها و کرامت انسان‌ها از بین میره. و خب این یک عاملی هست که یکی از عواملی که غرب داره به سمت حجاب پیش میره، به سمت پوشش بیشتر پیش میره و برهنگی کمتر میشه، همین مسئله است. این تو غرب یک مسئله تجربه شده است که افراد مشاهده کردن که چقدر مردها از اونها سوء استفاده میکنن، چقدر مردها دنبال، حتی افراد تحصیل کرده خانم‌های غربی میبینن که مردها به دنبال زیبایی‌های زنانه اونها و ارتباط برقرار کردن با اونها هستن، چه توی استخدام‌ها، چه توی مثلا ارتباط‌های دیگه و چه توی مسائل کاری و غیر کاری، همش دانشگاهی درسی، همش همینجوری متاسفانه. و این یک واقعیتی که توی جامعه مردها وجود داره و بخوان یا نخوان زنها این مسئله هست و در نهایت این مسئله باعث از بین رفتن ارزش و اون کرامت خانم‌ها میشه. لذا خانم‌ها بهتره که از همون ابتدا پوشش صحیح خودشون رو رعایت بکنن.